به نظرت وقتی یه جنازه رو غسل میدن خودش میفهمه؟ ما رو میبینه؟ آره، وقتی آدم میمیره روح از بدن جدا میشه و تا وقتی که وارد قبر یعنی عالم برزخ بشه یه جورایی توی خلأ میمونه. میدونه که مرده ولی کامل درک نکرده. ما رو میبینه، صدای ما رو میشنوه ولی ما دیگه نمیتونیم اونو بشنویم. من همیشه موقع غسل دادن خیلی مراقبم. برام این موضوع خیلی مهمه چون اون لحظه ها جنازه ما رو میبینه. واسه همین آب داغ یا سرد روش نمیریزیم. فقط آب ولرم میریزیم. همونطور که خودمون همون میکنیم برای اونا هم باید همونطوری رفتار کنیم چون اون لحظه ها پیش ماست. گریه های نزدیکاشو میبینه، دلش میخواد بغلشون کنه، باهاشون باشه ولی نمیتونه. وقتی روح به سمت قبر میبرنش همراهشه، حتی به زبون حال میگه من اینجام، من نمردم. صدای پای همه رو میشنوه، دوست داره پشت سرشون راه بیفته. به همین خاطره که پیامبر اکرم فرمودن وقتی مردتون رو دفن کردین سریع از قبرستون نرید، یکم کنارش بمونید چون وقتی فرشته ها میان برای سوال قبر اون وحشت و ترسش کمتر میشه. واسه همینم زود ترک کردن جایز نیست.